اون پیام داد به من اینستاگرام من انتقال تلگرام اینا دنبال کسایی هن که لایکشون میکنی میرن اون طریق پیداتون میکنن. خودش گفت آلمانم، گفت ما یه سازمانی تو آلمانی کمکتون میکنیم، هر کاری بخوای بکنی سلام انقدر بهت پول میدیم، هوا تو داره. منم گفتم باش. گفت فلان چیزی بخر، فرض مثال اینا رو درست کن، مثلا اونو بخر انقدر بهت میدیم. نگهشون گفت بخر. یه چند وقتی مثلا میریزن تو خونه، مردم از گوشتگی میریزن تو خونه. اولین روزش سری بهم گفت برو بازار. گفت برو بازار اونجا شعار بده فیلمه واسه من بفرست. روزایی بعد گفت دیگه نمیخواد بریم. اصلا من کلا کندن از اون بود، پول کندن ازش بود. این 400 500 تومن 600 500 تومن، چون اونا الان با گوشی منو چک میکنن. خود موساد با گوشی همه چون میبینن. الان این گوشی 0 تا 100 آموزش رو به من داده بودن که چیکار کنم چیکار نکنم. اونم که من گیر کردم شانسی گیر کردم. هر جا برم اونا خودشون میدونن گوشی من الان اینجا باشه سیگنال این گوشی ها رو میزنه، سیگنال این گوشی ها رو دریافت میکنن. شماره هایی که بغل من بودن همه رو فول تو فول نیم آموزش شدم، بلدم، همه رو میدونم. 1% موساد بهم پیام دادم بهشون. دست و پنجره هم میکرد که باهاشون صحبت کنیم، باهاشون ارتباط بگیره. اونا دنبال من بودن، دنبال کسی بودم مثل خودم. اون پیام داد به من اینستاگرام من انتقال داد تلگرام اینا دنبال کسایی هن که لایکشون میکنی میرن اون طریق پیداتون میکنن. خودش گفت آلمانم، گفت ما یه سازمانی تو آلمانی کمکتون میکنیم، هر کاری بخوای بکنی سلام انقدر بهت پول میدیم، هوا تو داره. منم گفتم باش. گفت فلان چیزی بخر، فرض مثال اینا رو درست کن، مثلا اونو بخر انقدر بهت میدیم. نگهشون گفت بخر. یه چند وقتی مثلا میریزن تو خونه، مردم از گوشتگی میریزن تو خونه. اولین روزش سری بهم گفت برو بازار. گفت برو بازار اونجا شعار بده فیلمه واسه من بفرست. روزایی بعد گفت دیگه نمیخواد بریم. اصلا من کلا کندن از اون بود، پول کندن ازش بود. این 400 500 تومن 600 500 تومن، چون اونا الان با گوشی منو چک میکنن. خود موساد با گوشی همه چون میبینن. الان این گوشی 0 تا 100 آموزش رو به من داده بودن که چیکار کنم چیکار نکنم. اونم که من گیر کردم شانسی گیر کردم. هر جا برم اونا خودشون میدونن گوشی من الان اینجا باشه سیگنال این گوشی ها رو میزنه، سیگنال این گوشی ها رو دریافت میکنن. شماره هایی که بغل من بودن همه رو فول تو فول نیم آموزش شدم، بلدم، همه رو میدونم. 1% موساد بهم پیام دادم بهشون. دست و پنجره هم میکرد که باهاشون صحبت کنیم، باهاشون ارتباط بگیره. اونا دنبال من بودن، دنبال کسی بودم مثل خودم.